سلام و درودی دوباره به شما دوستان عزیز. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوایم یه درآمدزایی دیگه بهتون آموزش بدیم که به سادگی تولید محتوا کنید و اون ویدیو رو آپلود کنید و کسب درآمد خوبی داشته باشید و سریعتر چنلتون مانیتایز شه. خب، برای این ویدیو ما نیاز به چند تا ابزار داریم که یکی از اون ابزارها ابزار کنوا هستش. همینطوری که دارید مشاهده میکنید ما باید داخل گوگل کنوا رو سرچ کنیم و وارد همچین سایتی شیم. وقتی که وارد سایت شدیم از این پایین گزینه حالا جوین رو میزنید و ثبت میکنید که حالا ساین کنید و وارد کنوا بشید. وقتی که وارد شدین از این قسمت روی ویدیو کلیک کنید و وارد همچین صفحه‌ای که الان وارد میشیم. قبل از هر چیزی یادتون نره که من رو دنبال کنید و ویدیو رو لایک کنید. خب، وقتی وارد همچین صفحه‌ای شدیم ثبت میکنیم که حالا یکم اینترنت ضعیفه، ثبت میکنیم یکم. خب، وقتی وارد همچین صفحه‌ای شدیم چند نوع ما میتونیم حالا فضایی بسازیم که ویدیو تولید کنیم که معمولا این سبک از ویدیو رو برای لانگ یوتیوب میسازن و این رو برای شورت یوتیوب. معمولا مردم با این کار میکنن و خب ما روی همین کلیک میکنیم، صبر میکنیم یکم که وارد شه. بله، وقتی که وارد همچین صفحه شد شما چند تا کار لازمه انجام بدید. اول اینکه باید میتونید اینجا تایم ویدیوتون رو عوض کنید. مثلا الان 5 ثانیه است، من میکنمش 59 ثانیه. خیلی کارا میشه انجام داد. خب، وارد این قسمت وارد المنتس میشیم. وقتی که وارد المنتس شدیم اینجا ما اولد پیپر رو سرچ میکنیم. اولد پیپر بک‌گراند. اولد پیپر رو که سرچ کردیم اینجا یک تنوعی داره که میتونید هر کدوم رو برای ویدیوتون انتخاب کنید که معمولا از این استفاده میکنیم. میتونیم این رو قشنگ بزرگ کنیم سایز خودش و وقتی که این سایزی در اومد ما میتونیم که ویدیومون رو تولید کنیم. حالا این پیپر که اضافه کردیم نیازی که استیک همون هم اضافه کنیم. خب، ما اینجا باید سرچ کنیم استیک رو که سرچ کنید اینجا یه استیک فیگور برای شما میاد. روی اون کلیک میکنید و ثبت میکنید که وارد دنیای از استیک فیگور بشین که هر کدوم رو به سلیقه خودتون و به محتوای ویدیو خودتون میتونید انتخاب کنید. یکم طول میکشه بیاره، اینترنت یکم ضعیفه. ثبت میکنیم یکم، بذارید یه فیلتر شکن بزنم اگر وصل شد ببینیم کار میکنه یا نه. خب یه رفرش بزنم. خب یکم صبر. دوباره توی المنت و اینجا استیک فیگور رو سرچ میکنم. بهتر شد. اینجا وقتی استیک فیگور رو سرچ کردیم روی سی آل کلیک میکنیم که کلا همه استیک فیگورها رو برای ما بیاره و مشکلی نداشته باشه. بذاریم من قطع کنم که سرعتش ضعیفتر شد. خب، برای مثلا این ساعت یا خیلی از چیزهای دیگه همینطوری که میبینید. خب، حالا کدومش رو میتونید انتخاب کنید. ببینید بعضی از استیک ها هستن که یک سازنده دارن. مثلا این استیک باید یه سازنده داشته باشه که خب نداره. من حذفش میکنم. بگردید یکی از این استیک ها یک سازنده داره. مثلا روی این کلیک میکنیم نداره. باید انقدر بگردیم که یک سازنده پیدا کنیم. حالا بستگی داره که محتواتونم چی باشه. مثلا از این استیکا استفاده کنید یا از استیکای دیگه استفاده کنید. حالا بگذاریم مثلا من این رو انتخاب میکنم. اینم هنوز سازنده نداره ولی خب حالا من این رو انتخاب میکنم. سایزش رو
بزرگ میکنم و این گوشی قرار میدم، کسی که داره فکر میکنه. خب برای اینکه بتونیم حالت بهش بدیم روی انیمیت کلیک میکنیم. خب وقتی روی انیمیت کلیک کردیم اینجا کلی حالت داره، مثلا حالت فید، حالتی که از پایین بیاد بالا، از چپ بره راست، اینجوری بیاد، اینجوری بیاد، خیلی حالتهای مختلفی داره و میتونید مثلا یه ویدیو بسازید که چطوری مثلا این یه علامت سوال باشه براش. خب ویدیو رو میتونید کم و زیاد کنید، 4 ثانیه، بعد یه نیو بزنید، وقتی نیو زدید دوباره برگردید، بعد پیپر رو سرچ کنید، دوباره همون بک‌گراند رو اضافه کنید و به کارتون ادامه بدید تا جایی که حالا ویدیوتون ساخته شه و بتونید یه محتوای خوب از اون ویدیو تولید کنید. خب مثلا من این ویدیو رو میخوام به اشتراک بذارم، روی این گزینه میزنم. وقتی روی این گزینه زدم یکم باید صبر کنم که حالا این ویدیو برای من دانلود شه و یکم طول میکشه. خب اینجا یه گزینه داره به نام دانلود، روی دانلود که بزنی میتونه پیج برامون دانلود کنه. حالا من نمیخوام پیج دانلود کنه، اگر میخواستید که مثلا این صفحه جدا جدا دانلود شده روی این کلیک میکنه، ولی خب من نمیخوام. بعد روی دانلود کلیک میکنه و شروع میکنه برامون به دانلود کردن اینجا. خب حالا بعضی از دوستان الان میان روی دانلود کلیک کنن، دانلود نمیکنه، چیکار باید انجام بدن؟ ببینید دوستان، کنوا یه اشتراک فامیلی یا استودنت میخواد. حالا این اشتراک ها چی هست؟ این اشتراک ها رو شما از گوگل میتونید تهیه کنید، میایید و خب سرچ میکنید خرید اشتراک کنوا. وقتی این رو سرچ کردید ببینید چند نوع حالا فروشگاه میاره، تورپ هم داره و میتونید از یکیش که قابل اعتماد هست خرید کنید. مثلا من روی این سایت کلیک میکنم، مثلا برای اشتراک فامیلی که خودم هم عضوش هستم 65,000 تومن پیشنهاد داده و میتونید خرید کنید. حالا سایت های دیگه هم هست که ارزون تر میفروشن و میتونید بیشتر خرید کنید، یعنی آسون تر خرید کنید. خب این بود از این ویدیو، خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو دنبالم کردید. برای اینکه ویدیوهای بیشتری بذارم به من انرژی بدید و یک دنبال یا سابسکرایب بزنید که از من حمایت شه و ویدیوهای بیشتری براتون آپلود کنم. خیلی ممنونم، تا ویدیوی بعدی یا